حسنا عنایت با خواهرش غزال عنایت چرا درگیر شده است؟ حسنا عنایت در کدام کشور زندگی می کند؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده حسنا عنایت با غزال عنایت که اصلا باورتان نخواهد شد. دلیل دوری حسنا عنایت از کارهای هنریش چی بوده است؟ آیا با واقعیت حسنا عنایت با مرد استرالیایی نامزد شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. حسنا عنایت، خواهر غزال عنایت، یکی از هنرمندان جوان در میان هنرمندان افغانستان بوده است که شهرت و محبوبیت نه آنچنانی مانند خواهرش در هنر موسیقی داشت. حسنا عنایت علاقه‌مندان و طرفداران فراوانی در هنر موسیقی افغانستان داشته است. حسنا عنایت بعد از رفتنش به کشور کانادا به هنر موسیقی پرداخت. وی در کشور هندوستان در رشته BB تحصیلاتش را تا مقطع لیسانس به اتمام رسانید. اکنون حسنا عنایت به خاطر ادامه تحصیلاتش در کشور استرالیا زندگی می کند و تصاویر حسنا عنایت در صفحات مجازی درج کرده است که وی با یک مرد استرالیایی قرار است ازدواج کند. حسنا عنایت بارها با خواهرش غزال عنایت مشکلات داشته است و همیشه جنگ‌های لفظی این دو در صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک نشر می شود. حسنا عنایت دیگر آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش مدت 2 سال می شود نشر نکرده است، ولی علاقه‌مندان حسنا عنایت در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌های حسنا بوده است. ما هم در انتظار نشر آهنگ‌های جدید از این بانوی هنرمند خواهیم بود. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما هر یک از نازنینان تمنا دارم. این ویدیو را با علاقه‌مندان حسنا عنایت به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر همه شما خوبان را به لای منان سپرده، موفق و کامگار باشید.